سلام. خبرهای رادیوی آزادی را از روز پنجشنبه 17 مارس تقدیم میکنیم. رزمایش گسترده نیروهای نظامی تاجیکستان و روسیه در حرب میدان قرار است روز شنبه 19 مارس به اتمام رسد. این مشق‌ها با شرکت ده‌ها هزار نظامیان از هر دو کشور یک هفته ادامه کرد برای مقابله با تهدیدهای احتمالی گروه‌های مسلح تندگرا در مرز افغانستان که روایت اصلی این مشق‌ها بود. 50,000 نیروهای واقعی و ذخیروی با شمول 2000 سرباز روس، 250 زیره‌پوش و تانک‌ها، 20 هواپیما و چرخبال نظامی و بمب افکن جلب شدند. В ходе непосредственно розыгрыша вот этого этапа действий командующим در این مرحله رزمایش رهبران به حمله‌های دشمن از چپ و راست اشاره کردند و واحدهای نظامی قرارهای فوری قبول کردند. من هم امر دادم که موقعها را تغییر دهیم. بر علاوه ما مجبور شدیم که دشمن را هدف آتش هواپیماها قرار دهیم. маневр авиации для нанесения удара авиации по внезапно возникающим задачам по выходу противника. فرماندهان تاجیک میگویند سربازان دو کشور همکاری خوب نشان میدهند. Всем известно, что наши границы таджикско-афганская сейчас همه میدانیم که وضع در مرز با افغانستان پیچیده است. ما از وضع آگاهی خوب داریم. از این رو رزمایش به شرایط جنگ نزدیک است. поэтому все замыслы учений приближены к боевым. پیش بینی می شود که روز شنبه در حرب میدان تمرین مشترک جنبست شده، نظامیان موفق به جایزه ها پیشبری می شوند. مقامات امور داخله سیف الدین حلیموف، یک ساکن 29 ساله شهر کویلاب را با گمان قصدی ترکاندن بینای پلیس دستگیر کردند. یک منبع معتمد در ریاست امور داخلی منطقه کویلاب روز 18 مارس در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در نسبت این جوان بر اساس 3 ماده کودکس جنایی از جمله زرخریدی، جلب و مبلغ‌گذاری یا تامینات دیگری ماده زرخریدی یا استفاده آنها در عملیات مسلحانه پرونده باز شده است. منبع گفت حلیموف بعد بازگشتش از ترکیه از سوی مقامات انتظامی تاجیکستان دستگیر شده است و گویا در ترکیه 3 ماه به تدریس پیروان دولت اسلامی مشغول بود. تصدیق درستی این اتهام توسط منابع مستقل غیر امکان است. مقامات امور داخلی کویلاب نیز تا حال نگفتند که از چه راه میخواست بینای شعبه کارهای داخلی را بی‌تر کند. مقامات شورای فدراسیون روسیه حادثه مرگ طفل تاجیک در پترزبورگ عمرعلی نظرف و برخورد مقامات به این حادثه را شدیداً به باد انتقاد کشیدند. یلنا میزولینا معاون رئیس کمیته قانونگذاری کنستیتوسیونی شورای فدراسیون روسیه در برآمد روز 17 مارس در این شورا سوالگذاری کرد که چرا مقامداران گناهکار در این فاجعه بجزا میمانند. وی گفت در نزدیکترین فرصت خلاصه های خود را درباره مرگ طفل تاجیک آماده خواهد کرد و پیشنهاد کرد که به خاطر جلوگیری از تکرار چنین حادثه ها به کودکس عائله روسیه تغییرات وارد شود. میزولینا در این سخنرانیش قدم به قدم از حادثه مرگ کودک تاجیک در میانه‌های اکتبر سال 2015 یادآور شده، مقامات حفظ قانون و مهاجرت را در پایمال‌کنی قانون‌ها و هم بیرحمی گناهکار کرد. در یک حادثه روز 13 اکتبر سال 2015 نمایندگان خدمات مهاجرت ناحیه ادمیرالتیسک شهر سنت پترزبورگ عمرعلی را همراه با مادرش زرینه یونوسова برای نبود قیدش در روسیه بازداشت کرده از همدیگر جدا کردند. فرداش جسد طفل را به پدر و مادر کلانش داده گفتند که گویا او از ویروس راه‌های نفس درگذشت. این حادثه محکومیت شدید را در داخل و خارج روسیه و تاجیکستان به بار آورد. ائتلاف والدان کودکان امکانیتشان محدود از حکومت تاجیکستان دعوت کردند که در فکر شرایط تحصیل و تربیه این بخش کودکان شوند. در نشستی که در این موضوع در دوشنبه روز 18 مارس برگزار شد، والدان اطفال معیوب در حضور نمایندگان حکومت و همفعالان جمعیتی از کمبود مؤسسه‌های ویژه تعلیمی برای فرزندانشان، نبود مواد تعلیمی و هم شرایط تدریس شکایت کردند. در تاجیکستان بیش از 25,000 طفل امکانیتش محدود زندگی می‌کنند. ما والدان می‌خواهیم که مقصد یک است، اما تجربه بای ممالک دیگر، تجربه بای اون دولت‌های دیگر که در آنجا کودکان در برابر دیگران زندگی شایسته دارند، ما هم می‌خواهیم که اون تجربه رو در تاجیکستان خود، در منطقه‌های خود پیاده نماییم، بیاریم.
ва ахбори аз ин бештарро дар сомонаи озодӣ ва шабакаҳои иҷтимоии фейсбук, Одноклассники ва Твиттер пайдо кунед.